در این برنامه سراغ آذر ماجدی میروم و به آذر روز بخیر میگم. روز شما و تمام بینندگان عزیز خوش. آذر ماجدی، جنبش‌های اعتراضی در ایران بعد از این جنگ 12 روزه باز به حرف اولو میزنن، ولی خب رژیم هم دست از کار نکشیده. عملا زنان بعد از مدت طولانی مبارزه حجاب و سرنگون کردند، ولی اخیراً رژیم باز دوباره میخواد که این سیاهی رو به حساب سر جامعه و به خصوص برای زنان بکشه. خبر میرسه که 80,000 نفر حجاببان در تهران میخوان روانه خیابان ها بکنن. فکر میکنی که پایان این مبارزه کجاست؟ آیا رژیم میتونه موفق بشه باز دوباره حجاب رو سر زنان بکشه؟ خیلی همونطور که ما گفتیم تو سازمان آزادی زن 3 سال پیش اعلام کرد، حجاب توی ایران به شکل دو فاکتور سرنگون شد، ولی این رژیم اسلامی نمیتونه خودش رو از تک و تا بندازه و قبول کنه، بیاد یه قرارداد صلح امضا کنه و بگه باشه حجاب دیگه اجباری نیست. برای اینکه بیرق این رژیم حجاب اسلامی هست و آپارتاید جنسی لوگوشه، ستونشه، نمیتونه لااقل خیلی راحت نمیتونه بذاره کنار. به همین خاطر همین 1 سال پیش بود هم باز یه چیز دیگه ای تشکیل داد و اومد و یه سری رو ریخت و یه تعداد از زنها رو به خاطر به قول خودشون بعد حجابی دستگیر کرد، تموم شد رفت، نتونست ادامه بده. الان از تو زندانیان سیاسی زن بدون حجاب فیلم میفرستن، پیام میفرستن، توی مراسم عمومی تدفین باشه، عروسی باشه، سوگواری باشه، میبینیم که بسیاری از زنان بدون حجاب حضور دارن و هیچ اتفاقی هم نمیفته. به این معنا حجاب تو اون جامعه سرنگون شده، ولی جمهوری اسلامی به این راحتی این نمیتونه اعلام شکست بکنه توی نبردی که بر هویتش استواره. این یک جنگ هویتیه برای جمهوری اسلامی و همین خاطر باید این رو کش بده و در این حال میتونه انحراف هم ایجاد بکنه از دردهای دیگه‌ای که جامعه داره ازش آسیب میبینه، مثل فقر، مثل گرسنگی. میتونه از این مشکلات یه مقداری توجه ها رو بده به یه جای دیگه، رو ببره به دوباره به سمت حجاب فوکوس بکنه. تمام اینا میتونه از جزئی از سیاست باشه که رژیم داره پیاده میکنه، ولی حجاب تو اون جامعه دیگه به اون معنی بازگشتنی نخواهد. هنوز یه سری زن با حجاب خواهند بود، کاملا ممکنه، ولی دیگه حجاب به اون نقطه باز نخواهد گشت. این نبرد رو جنبش آزادی زن، جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی مردم ایران پیروز از توش بیرون. آذر ماجدی، بالاخره مسئله اینه که اوایل جمهوری اسلامی رو میشه به یاد آورد و کسی اون زمان هم فکر نمیکرد که بتونه حجاب رو به جامعه به سر زنان بکشه، ولی تونست عملاً. الان هم بالاخره یک پیشروی شده و سنگری رو گرفتن. آیا واقعا فکر میکنی که جنبش اعتراضی در ایران، جنبش حقوق زن در ایران به حساب این سنگر رو فتح کرده و تثبیتش کرده؟ به نظر میرسه که خب جمهوری اسلامی همونطوری که شما گفتین این بیرقش هست، تلاش میکنه که این سنگر رو پس بگیره. ببینید اون موقع فرق میکرد. اون موقع وقتی که اعلام جنگ کرده بود برای اینکه بتونه تمام جامعه رو از هر چی نطفه آزادی خواهی، چپ و کمونیسم پاک بکنه، خون به جامعه، این تمام رسالت جمهوری اسلامی بود. وقتی که در اثر رژیم چنج تو سال 57 اومد سر کار، اون ابتدای کارش بود، اون ابتدای کودتا بود. تونه ضربه فوق‌العاده وسیع و عمیقی رو بزنه به جامعه، به نیروهای آزادیخواه، برابری طلب، چپ و غیره، و تونست جامعه رو عقب بنشونه. و در این حال هنوز یه بخشی از جامعه بودن
که تا حدودی بهش توهم داشتن، یه بخشی، نه بخش بزرگی ولی یه بخشی. الان کاملا تغییر کرده، 40 و چند سال گذشته و تو این 40 و چند سال مبارزه بین مردم و جمهوری اسلامی، مبارزه طبقاتی کاملا بالا پایین و با عمق و بسیاری به جلو رفته و این سنگر دیگه اشغال شده توسط جنبش آزادی خواهی تو ایران و این رو دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه برگردونه. نمیگم نمیتونه اعتراضا رو بشکنه، بس همین نیست، هنوز اعدام میکنه، هنوز میندازه تو زندان، هنوز اسارت میده، هنوز گرسنگی میده و هنوز مردم نتونستن خودشون رو سازمان بدن، متمرکز کنن که جمهوری اسلامی تو این عرصه ها عقب بنشونن. یه مبارزه جدی رو از ما طلب میکنه، ولی در عرصه حجاب جمهوری اسلامی دیگه شکستش رو خورده. تمام این کارهایی که داری میکنی یه سری تقله های برای اینکه صورت رو با سیلی سرخ می‌کنه. آذر ماجدی، مسئله دیگه‌ای که این روزها در ایران بحث‌ها و اخبار هست، اعتراض و اعتصاب زندانیان گزلحصار هست. گویا بیش از 1500 زندانی علیه اعدام در زندان دست به اعتصاب زدن و امروز اخباری به حساب پخش میشد که حتی به حساب حالت ضعف هم گرفتن. خب توی ایران توی زندان ها حتی به حساب جنبش سه‌شنبه های علیه اعدام سر بلند کرده بود. اعتراضات تک توکی رو میشه دید. چرا به حساب این اعتصاب و این خواستن این که اعدام رو متوقف کنید اون همبستگی وسیع رو از جامعه پیدا نمیکنه؟ این همبستگی آغاز شده. همین خبرش رو من دیروز بود خوندم یا امروز صبح که بخشی از زندانیان سیاسی زن از زندان اوین اعلام حمایت و پشتیبانی و همبستگی کرده بودند به این اعتراض و در این حال از تو خود قزلحصار زندانیان سیاسی قزلحصار هم فکر می‌کنم امروز اعلام همبستگی کرده بودن. این داره الان یواش یواش جا باز میکنه. الان چند روز این اتفاق افتاده. راستش من اینجا میخوام که دست این زندانیان رو بفشارم و ما کاملا از خواست اونها برای لغو مجازات اعدام حمایت میکنیم. این خواست ما بوده. مجازات اعدام از نظر ما قتل عمد دولتی است و باید این ابزار از دست دولت بیرون بیاد. هیچ انسانی رو دولت اجازه نباید داشته باشه که اعدام بکنه. این یه مبارزه هست که به یه نوعی یک ابعاد جدیدتری رو داره نشون میده و خود این نشون میده که چگونه توازن قوا بین مردم و جمهوری اسلامی تغییر کرده به نفع مردم، که میتونن زندانیان توی زندان یک اعتراض و اعتصاب به این شکل دست بزنن، اخبارش به بیرون از زندان برسه، به خارج کشور برسه، راجبش تو رسانه ها حرف بزنن و این خب جمهوری اسلامی رو نمیخواد و تلاش کرده که اینها رو زیر فشار بذاره که اعتصاب غذاشون رو قطع بکنن، ولی اینها نپذیرفتن که این کار رو انجام بدن. حتی گفته خب اگه شما اعتصاب غذاشون رو بشکنین فرضاً مثلا ممکنه که 3 ماه اعدامتون رو تعویق میندازم. یعنی شرمناک اینجور حرف زدن و هیچ کدوم از این تلاش ها نتونسته هنوز این زندانیان رو از متقاعد بکنه که اعتصاب غذاش رو بشکنه، ولی در این حال یک گارد و نیرو بیرون زندان هست که ممکنه هر آن حمله بکنن. من شخصا با اعتصاب غذا به عنوان یک سیاست مبارزاتی توافق ندارم. من فکر میکنم که این میتونه ضربه به خود زندانی بزنه، ولی توی شرایطی هست که راهی نمیمونه و دقیقا این همون چیزی هست که این زندانیان بهش اشاره میکنن. دیگه این تنها راهیه که جلوشون مونده که بتونن صداشون رو به گوش دنیا، به گوش مردم برسونن و از مردم آزادیخواه برابری طلب بخوان که بلند شن و از این خواست دفاع بکنن. و اینها فقط راجع به اعدام خودشون حرف نمیزنن، دارن کلا راجع به مجازات اعدام حرف میزنن و این به نظر من یک پیشروی بسیار بزرگی هست تو جامعه ایران
یعنی این داره از یه جنبش علیه اعدام تو جامعه صحبت میکنه که کاملا باید اون رو یک حرکت مثبت و پیشرو دید. باید از خواست این اعتصابیون دفاع کرد. باید تلاش کنیم که جمهوری اسلامی رو زیر فشار بذاریم. اگر امکان داره که جمع بشیم در مقابل زندان باید این کار رو بکنیم. من از اینجا نمیتونم تصمیم بگیرم چه کاری میشه کرد چه کاری نمیشه کرد. این چیزی هست که رهبران عملی تو خود محل و تو خود کشور باید تصمیم بگیرن شیوه مبارزاتشون رو. ولی قطعاً اعلام همبستگی و حمایت از خواست این زندانیان شایان اهمیت بسیاری هست و ما باید به این ترتیب جمهوری اسلامی رو تو این عرصه مسئله اعدام عقب نمی‌شونه. آذر ماجدی، بالاخره خب توی همیشه آزادی خواهان، برابری طلبان، کسایی که خواهان الغای اعدام بودن بالاخره از این حرکت حمایت میکنن. تظاهرات های در خارج کشور خیلی زیاد بود، تو شهرهای متفاوت بود و حتی تصمیم دارن که به اصطلاح تحسنی رو سازمان بدن. ولی مسئله اینه که خب جامعه ایران فقط این طیف نیست که واقعا مخالف اعدام هستن کسایی که علیرغم اینکه خب در حالت عادی میگن اعدام قتل عمد هست و قتل عمد حکومتی هست و از این داستانا میگن، ولی در رابطه با در قبال خواست همبستگی با این زندانیان به اصطلاح دست به عصا هستن، هیچ تبلیغاتی نمیکنن. شما همه مدیای اینا رو نگاه بکنین، مثلا یارو ظریف یه چیزی میگه، اینا 3 روز حلوا میکنن که ظریف چی گفته، لاواروف چی گفته، ولی چرا این خواست رو نمیتونن به حساب پوشش بدن؟ و منظورتون رسانه های دست راستی فارسی زبانه؟ خب آره، خب رسانه های دست راستی فارسی زبان که به حساب عملا خب بیننده هم دارن تو جامعه، ولی کارگری هم بهش آنچنان بهایی نمیدن. اینها یه پروژه های مخصوصی رو میبرن جلو و یه تیکه ممکن از یه اعتراض واقعی مردم رو نشون بدن و روش روایت و سناریوی خودشون رو بگذارن. این دارن، شما یه عده زندانی رو میبینید که علیه مجازات اعدام دارن اعتراض میکنن. این رژیم دست راستی فاشیستی که اینا میخوان بیارن سر کار که قرار نیست مجازات اعدام رو لغو بکنه، قرار نیست جنبشی علیه مجازات اعدام رو بهش پوشش بده یا اون رو لانسه بکنه. قطعا نمیکنه این کار رو. مجازات اعدام جزو یک ابزار مهم حکومتی هست برای یه دولت فاشیستی دست راستی، یه دیکتاتوری که میاد سر کار. در نتیجه مجازات اعدام رو باید حفظ بکنن و هیچ مبارزه‌ای رو بخصوص از درون زندان با این شکل سازمانیابی اینها لانسه نخواهند کرد. به ضرر خودشونه، به ضرر اهدافشونه، به ضرر سازمانی هست که میخوان به جلو بندازن و میخوان به سر کار بیارن. آذر ماجدی، مسئله اینه که سیاسی نبودن بخش زیادی از این زندانیان جرایم عادی هستن، سیاسی نیستن، ولی خب این کلی حقوق بشر پروژه بگی داریم که معمولا سر صدا میکردن. اینا هم در قبال بسا این مسئله ساکت هستن. آیا بسا حق اعدام رو برای این نوع آدمایی که خلاف کردن به رسمیت میشناسن فکر میکنی؟ یا من میکنم دقیقا مسئله اینی که ببینید اینها نمیخوان یک جنبش لغو مجازات اعدام رو بهش پر و بال بدن. خیلی روشن این رو نمیخوان. هر چقدر اسم خودشون حقوق بشر بذارن که دست راستی. و بعد به قول شما اگه زندانی سیاسی بود حتما یه چیزی میگفتن، ولی چون زندانی عادی هستن اینا جزء آدم محسوب نمیشن. این بینش بورژوازی سرمایه‌داری دست راستی به انسان‌های عادی جامعه، اینها از چشم بالا خودشون فرعون و بقیه یه مش برده و یه مش حیوان به جامعه نگاه میکنن و اگر یه جرمی انجام داده باشن، دزدی کرده باشن، نمیدونم یه کاری چیکار کردن، مواد مخدر فروختن، تو اون زندگی بدبختی و فشاری که توش زندگی میکنن به اینجا افتادن که یه جرمی انجام دادن،
به اونها که اصلا مثل مورچه هم به اینها برخورد نمیکنن. دقیقاً نگرش طبقاتی اینا، نگرش دست راستی اینا، نگرش فاشیستی اینا، اینها تمام میاد بیرون از نوعی که دارن پوشش میدن یا نمیدن یه مبارزه معینی رو تو جامعه ایران. آذر ماجدی، ما شاهد اعتراضات وسیع کارگری و بازنشستگان و قشرهای مختلف تو جامعه ایران هستیم، ولی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بسیار زیر سبیلی اینها رو رد میکنه. کی میتونه بسیار این اعتراضات تاثیر بذاره روی حکومت، بتونه عقبش بشونه و اجازه نده که دست مثلا به اعدام بزنه؟ خب ما دیدیم که توی تظاهرات‌های مثلا بازنشستگان دفاع از زندانیان سیاسی و اینا هم بودش، ولی خب حکومت مثل این که عادت کرده به این اعتراضات. چه کاری رو باید بکنن که حکومت واقعا بفهمه که یه اعتراض وسیع هست؟ همینقدر که داریم راجبش حرف میزنیم جمهوری اسلامی عقب نشونده شده. همین الان داشتیم راجب این صحبت میکردیم جنبش اعتراضی مردم جلو اومده و جمهوری اسلامی رو عقب نشونده. همین واقعیت حجاب رو راجبش حرف زدیم، این واقعیت رو که الان شما هیچ وقت مثلا چند سال پیش فکر میکردید که زندانیان عادی توی یه زندانی با همدیگه همبستگی ایجاد کنن، با همدیگه سازماندهی ایجاد کنن و یه اعتراضی رو علیه اعدام سازمان بدن، پیام به بیرون بفرستن و بخوان که اعدام لغو بشه؟ یه همچین چیزی رو خیلی سخت بود تصورش که ممکنه تو جامعه ایران اتفاق بیفته. دقیقاً همین بحث زندانی عادی و سیاسی فاکتور مهمه. در میان زندانیان سیاسی از این اتفاقات میفته، ولی زندانیان عادی این یه پدیده جدیدیه که نشون دهنده پیشروی جامعه هست، پیشروی فرهنگ سیاسی جامعه هست و این خود همینا نشون میده ما جلو رفتیم. همین که جمهوری اسلامی الان تو خیابون مثل قبل نمیتونه به راحتی سرکوب بکنه نشون میده ما جلو رفتیم، ولی اعدام ها رو داره ادامه میده. اعدام زندانیان عادی رو به شدت برده بالا و همین تصور که ممکنه مردم به اعدام زندانیان عادی اعتراضی نکنن، زندانیان سیاسی فقط مورد اعتراضشون باشن که خیلی وقتا اینطور هست متاسفانه، و داره زندانیان عادی رو اعدام میکنه. از یه طرف اون جنگ با اون حمله اسرائیل و آمریکا رو بهانه قرار بده که تعداد اعدام ها رو اون موقع ببره بالا و تعداد زیادی رو اعدام بکنه تحت نام جاسوسی، و این هم تو این دوتا عرصه تونسته خودش رو بندازه جلو، ولی در عرصه های دیگه همه مجبور شده یه مقداری کمربنداشو صفر بکنه، یه مقداری خودشو عقب بکشه، یه مقداری سرشو بدزده. حالا گفته میخواد نمیدونم حجاب باند بیاره وسط و یا اینکه هی داره سعی میکنه الان مثلا با این زندانیان عادی قزلحصار که اعتراض کردن هی سعی میکنه که مذاکره کنه، یه خود بهشون مثلا رشوه بده قبول کنن، هنوز زور به کار نبرده علیهشون. و خب خود همه اینا فاکتورهایی هست که نشون میده که جنبش اعتراضی به طور کلی، حالا تک تکش چقدر هر کدوم چقدر اون رو من نمیخوام اینجا واردش بشم، ولی جنبش اعتراضی به طور کلی تونسته جمهوری اسلامی رو عقب بنشونه و خودش جلو بیاد. الان اینجاست که ما باید به طور واقعی روی مسئله سازمانیابی فوکوس بکنیم، تمرکز کنیم. ما بدون سازمان هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. سازمانیابی توده‌ای، سازمانیابی تو همه عرصه های جامعه، عرصه های زندگی، از محل کار گرفته تا مدرسه تا دانشگاه تا محله. تو محله هم باید جمع شیم با هم، بیایم چه کار کنیم، چطوری میتونیم تصمیم بگیریم یه کاری رو با هم ببریم جلو. و این در این حالی که کمک میکنه ما بتونیم جمهوری اسلامی رو عقب بنشونیم، امید رو توی خودمون زنده نگه داریم. در این حال اگر شرایط جنگی دوباره پیش بیاد، این بهترین راهی هست که ما بتونیم خودمون رو تو شرایط جنگی حفظ بکنیم، امیدمون رو حفظ کنیم و دچار استیصال نشیم. این الان یکی از مهمترین فاکتوراست. باید تو این پروسه سازمانیابی ما بتونیم به اون سازمانیابی گسترده تری برسیم که بتونه جمهوری اسلامی رو کامل سرنگون کنه. ولی ابتدا اینجاست، اون سازمانیابی ابتدایی که لازمه و متاسفانه توی جامعه به اون شکل دیده نمیشه. آذر ماجدی، خب سازمانیابی بالاخره دست
رهبران عملی رو میبوسه و اپوزیسیونی که به یک ارتباط ارگانیک داشته باشه. عملا خب یه طوری وانمود میشه که جامعه منتظره که یکی بیاد نجاتش بده و این توهم هم دارن مدیای دست راستی کاملا به جامعه میفروشن که نتانیاهو میاد یکی رو میاره شما رو نجات میده، کوروش کبیر میاد از این داستانا. همونطور که شما اشاره کردیم مسئله تحزب و سازمانیابی مهم است. این چه وظیفه‌ای رو روی دوش اپوزیسیون آزادیخواه ایران میذاره که بتونن به قدمی به پیش ببرن تو این در رابطه با سازمانیابی منظورتونه؟ دقیقاً. ببینید تو ما این رو کامل میشناسیم و بارها هم تجربه کردیم. جامعه بافت‌های خودش رو داره، طبقه کارگر درونش بافت‌های خودش رو داره، بافت‌های درونی که اون دینامیک حرکت طبقه کارگر و دینامیزم اون حرکت رو تعیین میکنه و به شکل میده و جلوش میبره. محافلی وجود داره همه جا در میون طبقه کارگر، تو هر محل کاری، تو هر محله‌ای بین که کارگرها توش زندگی میکنن، این محافلی جمع میشن. این محافل از نظر سیاسی به هم نزدیکن. در این میان رهبران عملی وجود دارن، انسان‌هایی که اتوریته دارن، اتوریتهشون رو توده کارگرها میپذیرن و میتونن یک ایده هایی رو جا بندازن، پیش ببرن، غیر و زال. اینا ما میدونیم در اون طبقه کارگر وجود داره و کلا تو جامعه تو تمام اقشار مختلفش اینها وجود داره. اینها به اصطلاح بافت‌های طبیعیه، بافت‌های طبیعی شکل گرفته است. اینها رو باید استفاده کرد، اینها رو باید شکل داد. یعنی رهبران عملی باید اون نقش رو بازی کنن که بتونن این بافت‌های درونی رو محکم‌تر کنن و باز کنن تا بشه یه سازماندهی عمومی تری رو داشت. به نظر من مجمع عمومی بهترین نوع سازماندهیه. مجمع عمومی بهترین شکلی هست که هر تک نفری، هر انسانی خودش رو احساس توانمندی بکنه، خودش رو دخیل ببینه. من اینجا ننشستم بقیه برام تصمیم بگیرن، من هم در این تصمیم گیری نقش دارم. این از نظر اعتماد به نفس، از نظر احساس توانمندی بسیار مهمه و این که هر کسی خودش رو دخیل ببینه در اون مبارزه، در اون حرکتی که داره شکل میگیره، در اون اکسیونی که داره انجام میشه. و رهبران عملی باید دقیقاً بر همین مسئله تمرکز کنن، بتونن هرچی جمع وسیع‌تری رو تو اون بافت طبیعیش با هم دیگه پیوند بدن، تو اینو مجامع عمومی رو تشکیل بدن، تو این مجامع عمومی راجع به مسائل بحث کنن، نظرخواهی بکنن، نظردهی بکنن، رأی گیری کنن و بعد هر جا که لازمه بخشی رو به عنوان جمعی که قرار کارها رو به پیش ببره انتخاب بکنن. این بهترین شکل سازماندهی، بهترین شکل توانمند کردن جامعه هست و دخیل کردن تمام اقشار جامعه. به این معنا ما به این حرکت احتیاج داریم. چقدر میتونه این بره جلو، نتونه بره جلو، اینجا نمیشه راجع به تمام جزئیات و ظرافت حرف زد. باید در مورد شرایط مشخص آدم نظر مشخص بده و تحلیل مشخص داشته باشه. من دارم فقط کلی صحبت میکنم چون چیز مشخصی رو نمیتونیم الان متون برنامه راجعش حرف بزنیم، ولی این اون هسته اصلی کاره. این اون جایی هست که مهمه اگر ما قراره بتونیم خودمون رو سازمان بدیم تا این جمهوری اسلامی رو به زیر بکشیم، تا یه سرنگونی انقلابی رو سازمان بدیم، تا نیفتیم یا به دام همینجور اسیر جمهوری اسلامی بودن یا به دام یه رژیم چنج و یک سناریوی سیاه خونینی که آمریکا و اسرائیل و غرب برای ایران رقم زدن، یه سوریه دیگه، لیبی دیگه، عراق دیگه. ما اونو نمیخوایم، ما رژیم چنج نمیخوایم. ما میخوایم بتونیم به اراده خودمون جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم به شکل انقلابی و اراده خودمون رو پیاده کنیم، خودمون به دست بگیریم قدرت رو. اینجاست که مسئله مجامع عمومی و بعد این مجامع عمومی شکل دادن به شوراهای در سراسر کشور، در سراسر و در مکانهای کاری مختلف باید شکل بگیرن. این اون در واقع
نقشه‌ای هست که میتونه به بهترین شکلی نظر مردم رو تأمین بکنه و چیزی بهشون زور نکنه. این به نظر من باید ما روی این فوکوس بکنیم، روی این تمرکز کنیم و امیدوارم رهبران عملی این مسئله رو در مقابل خودشون بذارن و این سازماندهی رو شروع بکنن. این به تنها راهی هست که ما میتونیم جمهوری اسلامی رو به شکل انقلابی سرنگون کنیم. بینندگان عزیز، با آذر ماجدی گفتگو میکنم. آذر ماجدی مسئله دیگه ای رو بهش بپردازیم، مسئله نقش اپوزیسیون و اپوزیسیون سازی. بالاخره خب قبل از این جنگ ما شاهد مجامع عمومی توی حوزه‌های کارگری بودیم، توی جامعه امیدی به این برای تغییر از درون جامعه بود. ولی خب الان هاریت یه روزنامه اسرائیلی گزارشی داده بود که اسرائیل داره خب رهبرسازی میکنه و اپوزیسیون سازی میکنه و تبلیغ نیروهای دست راستی رو تو ایران میکنه که دوربر پهلوی هستن. اتفاقا در رابطه با اعدام صحبت کردیم. یکی از این دفترچه نویسان پهلوی به نتانیاهو به حساب پیشنهاد داده بود که این کسایی که تو غزه این کار رو میکنن باید اعدام بشن، باید اعدامشون بکنیم. خب از این دیگه انتظار نمیشه داشت که بیاد از جنبش علیه اعدام تو ایران به حساب حمایت بکنه. نظرتون در رابطه با این تلاشات چی هست؟ چرا این کارو میکنن؟ این برمیگرده به همون پروژه‌ای که ما بارها تو همین تلویزیون راجع به اون صحبت کردیم و اون هم پروژه خاورمیانه جدید و اسرائیل بزرگ. این یه پروژه از 7 اکتبر نیست، پروژه بسیار قدیمی تره. برمیگرده اصلا وقتی شما برمیگردید به نقشه صهیونیستی که برای تشکیل اسرائیل شکل گرفت و بحثایی که کرده، همین اسرائیل بزرگ رو مد نظر داره، نه اون تیکه‌ای که الان توش قرار گرفته. ولی خب یه روز دو روزه که نمیشه، یه پروژه کلونیالیستیه که باید طول میکشه تا انجام بشه. تا حالا حدود 80 سال شروع شده، از قبل شروع شده و داره دیگران 80 ساله که به عنوان 70 خورده ساله به عنوان اسرائیل داریم و این قراره برسه تا هر چه سریعتر به اون نقطه پایانش، اسرائیل بزرگ و خاورمیانه جدید. اگر نگاه کنید به همین طرح که به اصطلاح طرح صلح ترامپ، اگر نگاه کنید طرح 20 ماده‌ای، من حالا ویدیوی بعدی راجبش صحبتی کرده، منم اینجا اشاره خیلی کوچیک فقط بهش بکنم. این طرح صلح نیست، این حتی جنگ نیست، این نسل‌کشی، این پاکسازی قومی، جنگی نیست. اون طرف کی داره می‌جنگه؟ و بعد طرح صلح نیست، این فقط یه نیمچه آتش بس گذاشتن برای یه مدتی تا این طرح رو بتونن کاملا براش اعتبار بخرن و ببرن جلو. آتش بس هم حتی آتش بس نیست. تو این 5 روز اخیر نزدیک 500 نفر رو اسرائیل کشته و بخششون رو باز تو همون صف غذا گرفتن و طبق معمولی تعداد زیادشون بچن به اسم آتش بس. حتی ارتشش به اون نقاطی که باید میرفت برنگشته و این رو دارن به عنوان طرح صلح میندازن به مردم فلسطین در وهله اول و به مردم دنیا که تمام چشماشون به سمت غزه دوخته شده تا ببینن که چه اتفاقی میفته. و وقتی نگاه میکنید میبینید یه طرح کاملا بیزینسیه، همون بحث ریویرای مدیترانه که ترامپ توی ژانویه گفت، حالا از دهنش پرید گفت یا مخصوصا انداختش که مردم بمونه توی اصفهان، همون طرح رو دارن پیاده میکنن. بیلیون دلار دارن سرمایه گذاری میکنن، کمپانی های سرمایه گذاری بزرگ من جمله داماد ترامپ جارد کوشنر، تونی بلر اون شرکتش با پسرش و ایلان ماسک و یه تعداد دیگه آدم های بیلیونری که هر کدوم پروژه خودشون اونجا دارن میبرن جلو. یه طرحی هست که شرکت تونی بلر رو پسرش دادن که اونجا دارن میخوان بسازن، گفتن که توریستی و گردشگری میخوان بسازن، بیزینس و تکنولوژی و هوش مصنوعی، یه پروژه هایی دارن اونجا میخوان پیاده بکنن. این ربطی به طرح صلح نداره. مردم غزه هم قراره بریزن توی یه سوراخی
یه دسته یه عده‌ای تا ببینن چه بلایی سر این مردم خواهد اومد و همه اینا رو دارن جلوی چشم مردم دنیا انجام میدن و احدی اعتراض زیاده، ولی اینکه بتونن اینا رو عقب بنشونن. در نتیجه این واقعیت، تو این واقعیت اینا باید هر جایی نوکر و مزدور خودشونو داشته باشن. الان تمام دولت‌های منطقه به عنوان مزدوران آمریکا و اسرائیل شناخته شده. مردمشون الان همه دارن اعتراض میکنن. این دولت‌ها زیر فشار رفتن، بعضن خواستن از ترامپ که یه خود مثلا اینورتر بکشه به خاطر فشاری که خودشون تو کشور خودشون زیرش قرار گرفتن. نتانیاهو رو میخواستن دعوت بکنن، ترکیه گفته بود نه، برای اینکه دقیقاً به این دلیل که اگر میرفت عکس میگرفت کنار نتانیاهو تو کشورش دیگه نمیتونست برگرده. این دولت‌ها به شدت زیر فشار هستن از طرف بخش اعظم مردم ها کشور خودشون. و الان جمهوری اسلامی رو که ظاهراً مخالف اونور وایساده، بالاخره اون رو باید تغییرش بدن. تمام شیخ نشینا هم کامل الان تو دست آمریکا. یه سری بیزینسمن هستن با یک عالم پول که الان هر کدومشون تو یه پروژه‌ای دارن، یکیشون تو سودانه، اون یکی اونجا داره کار میکنه و همشون به اسرائیل سلاح میدن، همشون با اسرائیل معامله میکنن و الان مجبور شدن یه خودشون رو جمع کنن. مثلا بن سلمان مثلا نرفته شرم الشیخ، وزیر امور خارجه‌اش رو فرستاده برای اینکه مثلا یه مقداری حفظ آبرو بکنه. الان باید ایران رو هم تغییرش بده. تمام بحث بر سر اینه. این رو چطوری میخوان تغییر بدن، چه کار خواهند کرد، این اون چیزی هست که در آینده ما خواهیم دید. ولی اینکه اسرائیل ها رو برگردیم سر اصل موضوع که خود دور شدیم ازش، ولی به خاطر اینکه بتونیم متن رو توضیح بدیم. اگر به خاطر داشته باشید 2 ماه 3 ماه قبل از اینکه این نسل‌کشی دور آخر شروع بشه، رضا پهلوی با همسرش رفتن اسرائیل. یه عکس خیلی مسخره‌ام توی مدرسه گرفتم، 2 صندلی آدم احساس می‌کرد آره مثل شرایط جنگی. همون موقع میگم من فکر کردم چرا یارو رفته اسرائیل. بعد وقتی جنگ شروع شد متوجه شدم. وقتی تو هر تظاهراتی که علیه تظاهرات‌های فلسطینی شکل می‌گرفت، مثلا 20 نفر جمع می‌شدن، از این 20 تا پرچم 3 تاش 4 تاش پرچم سلطنت طلبا بود. تو هر اعتراض سلطنت طلبا پرچم‌های اسرائیل بود. اینها کاملا نشون میداد که نیروهای دست راستی ایران، فاشیستای ایرانی با اسرائیل دست به دست هم دادن. نه فقط فاشیست‌های عظمت طلب، ناسیونالیست‌های عظمت طلب و سلطنت طلب‌های سابق و غیره، بلکه همچنین ناسیونالیست‌های فاشیست قوم پرست. اونها هم دست اسرائیل گذاشتن، به اسرائیل التماس میکنن که بیاد و حمله بکنه به جمهوری اسلامی. الان میبینیم که تو سر مسئله کردم اسرائیل فعال شده و داره سعی میکنه که اونها رو در واقع بکشه به این طرف در مقابل به اصطلاح خواستای دیگه و جنبش کرد رو هم با خودش هم دست بکنه. با حالا وارد این بحث نشیم، خیلی دور میافتیم. کمک به ناسیونال فاشیستای ایرانی، رضا پهلوی تو رأسشون، خیلی روشن بود اینو کمک میگیرن. ولی که حالا خارج دیگه کاملا با ظرافت و دقایق افشا کرد که چقدر اکانت قلابی فیک توی سوشال میدیا اینا راه انداختن با هوش مصنوعی که اینا کف میزنن برای رضا پهلوی و طرفدارای رضا پهلوی. نشون میده که چقدر وضعشون خرابه. با این همه پول ببینید وضعشون چیه، نشون میده چقدر وضعشون خرابه. اسرائیل تلاش کرده که اینها رو بندازه جلو، به خاطر اینکه اینا رو احتیاج داره برای پروژه رژیم چنج تو ایران، برای اینکه ایران رو هم بتونن نابود بکنن، عراقیزه بکنن، مردم رو بدبخت بکنن. به اینها احتیاج دارن، اینها ابزارشه. ولی اتفاقی که افتاد، اینها با رفتن تو این شکل تو آغوش اسرائیل تیر زدن به پای خودشون. تو اون جنگ 12 روزه به شدت آبروی نداشته رو هم از دست دادن. وقتی که رضا پهلوی اومد رسما میخواست که حمله ها ادامه پیدا کنه و متوقف نشه و مکانیزم ماشه را بیفته، از جنگ دفاع کرد. آبرویی برای خودش، آبروی زیادی نداره ولی همون یه ذره هم کامل از دست داد. واقعا تیری بود به پای اینها و این با جای خوشحالی داد. ممنون آذر ماجدی که در این برنامه همراه ما شدیم. براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خیلی متشکرم. روز شما و بینندگان عزیز.